سلام، انشالله خوب و صحتمند باشین. این میز سرنگ پمپ است که ما شما در مورد از وظیفه خانگی به ما داده شده بود تا یک ما معلومات بتون به شما. این بتن داره به نام آف آن که آن به آن میشه و این بولس است، این برگشت است، اوکی است، استارت است، فول بولس است، این تغییرات است. در اینجا این چیزا را داره. من این را صفر میکنم. وقتی که صفر میکنم سه گزینه روی اسکرین معلوم میشه. ریت معلوم میشه، وی تی بی آی تایم، ریتش خانه مقدارش هست، وی تی بی آیش ولیوم ترانسفیوژن سایز، باریوم لیمیتیشن است، یعنی هر چیزی را که ما شما محدودیت تعیین میتیم یا حدود تعیین میکنیم یا ولیوم تایم است. بعد از اسپیشال فانکشن و ما شما در اسپیشال فانکشن چی چیزا را باید مد نظر داشته باشیم. اوکی میکنیم. اینجا چی از دوز ریت کالکولیشن است، باز هم اوکی میکنیم. نانوگرام پر کیجی پر امیل، دو اکس کیجی مانو ام سی جی پر کیجی پر امیل است، میلی گرام است پر کیجی پر امیل، گرام پر کیجی، میلی مول، میلی اکولانت. خود تمام چیزایی که در اینجا هست این چیزا رو ما شما میبینیم. میلی یونت است و همچنان کیلو یونت است، مثلا کیلو پاسکال است و پاسکال است، کیلو کالری است و امیل پر کیجی پر امیل. خب ما شما رو میخوایم ادرنالین جور کنیم 1 میل 100 ام سی جی پر کیجی پر منت. ما شما با چی میریم؟ به ام سی جی میریم، به ام سی جی پر کیجی پر منت. درست رو اوکی میکنیم. زمانی که رو اوکی کنیم اینجا اماونتش انتخاب میکنیم 1 میل 100 ام سی جی. اوکی میکنیم. اینجا 1 میل میزنیم در والیومش. ویت مریض از 10 کیجی، مثلا 10. اوکی میکنیم. حالا ام سی جی پر کیجی پر منت انتخاب میکنیم، ام سی جی پر کیجی پر منت. باز اوکی میکنیم. اینجا دوز انتخاب میکنیم 0.1 یا 2. اوکی میکنیم. بعد از استارت میکنیم. زمانی که استارت کردیم کالکولیشن ما شما چی است؟ 1 میل 100 ام سی جی، بعد مریض 10 کیجی، 1.2 میل پر اور، ریتش 0.2 ام سی جی پر کیجی پر منت به مریض میره. و یک قسمت بطنش از پس آف میکنیم. زمانی که ما شما بولاس میکنیم از این تکمه استفاده میکنیم. مثلا میخواید 10 گاما یا 20 ام سی جی بولاس میکنیم، بولاس هم میزنیم، بولاس انجام شد و یعنی بطن پس دوباره آف میکنه. تشکر از توجهتان.